یاشاسون آذربایجان، درود به همه آذری زبان‌ها، درود به همه اونهایی که الان بیننده ما هستن، چه آذری زبان‌ها چه غیر آذری‌ها. سبد گل تقدیم شما، انشاءالله که دلهاتون بهاری باشه و لحظه ها در این هوای گرم تابستان بر وفق مراد شما باشه. انشاءالله. بایرمیز مبارک. قربان شما، زنده باشید. بایرمیز مبارک خانم. یعنی چی بایرمیز مبارک؟ یعنی عیدتون مبارک. من آقای مینیاز این دو جمله ترکی رو، دو کلمه رو همین الان یاد گرفتم. آره، یه بیتم بلدم از یک ترانه. کوچه را سوسب میشم، یار گرنده تو ظلماسن. یعنی کوچه رو آپاشی میکنم، یارم داره میاد که این وقت خاکی نشه. بخیر عید دیگه. بله، درود بر شما. عوضش مهمانمون آذریان خوب بلدن. بله داشتم از خانم منافی می‌پرسیدم، خانم منافی خود من ترکی یاد بدیم بتونم با آذری زبانی عزیزمون صحبت بکنیم که فقط ببخشید در همین حد یاشاسون یاد گرفتیم. خانم سلام بر شما، خیلی خوش اومدین. پیشاپیش عیدتون مبارک. عید شما هم مبارک، تبریک میگم. این عید سعید فطر رو ان شاءالله که طاعت عبادات شما هم قبول درگاه قرار گرفته باشه. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان محترم برنامه. بسیار خوشحالم که سعادت این رو داشتم که یک همچنین روز مبارکی در خدمت شما عزیزان باشم. انشاءالله که طاعت عبادتتون قبول درگاه حق قرار گرفته باشه انشاءالله. خیلی ممنون. تا خانم منافی آماده میشن که مواد اولیه‌شون رو درست بکنن، سوال برنامه امروز خدمتتون هست. داشتم به فکر کردم یکی از دوستان اواسط ماه مبارک یه پیامک زده بود که من دیگه طاقت ندارم، عیدتون مبارک. حالا بر صورت ماه تابستون، فصل تابستون بود و ماه تیر و گرما، بله، آفتاب تموز و تشنگی و حالا در صورت اتفاقا تو همین شرایط هم بالاخره انشالله که ثوابش هم بیشتر باشه دیگه. حالا خیلی نمونده. بله حالا کم کم نزدیکیم. خب سوال پیامکی برنامه رو شما میخواین برنامه شروع بکنید کارتون رو، مواد اولیه‌تون حاضره؟ بفرمایید شروع کنید، من سوال رو خواهم. خواهش می‌کنم. خب مواد لازم برای چیزکیک شاهتوت: کره نرم شده در دمای اتاق 170 گرم، بیسکویت پودر شده 300 گرم، پنیر خامه ماسکارپونه 200 گرم، خامه قنادی فرم گرفته 300 گرم، خاک قند 80 گرم، پودر ژلاتین 2 قاشق غذاخوری، آب نصف پیمانه، وانیل 1/8 قاشق چایخوری، شاهتوت 200 گرم، شیر 100 گرم. خب مواد لازم. بله دستتون در میخوایم چیزکیک شاهتوت امروز. چقدر هم الان شاهتوت فصلشه و انتخاب خوبی کردیم. شاهتوت هست و دوستان میتونن با میوه‌های فصلی هم درست کنن، ولی چون دیگه الان فصل شاهتوت من چیزکیک شاهتوت در نظر گرفتم. خیلی هم خوش رنگ میشه. بله اصلا میوه مورد علاقه منم هست، فقط باید تمیز شسته بشه. درسته؟ بله. خب بفرمایید. برای شروع کار ابتدا باید پایه چیزکیک رو آماده کنیم که خمیر بیسکویتی هست. بیسکویتمون رو کاملا پودر میکنیم، با کره نرم شده در دمای اتاق مخلوط میکنیم. برای اینکه این پایه بیسکویتی ما انسجام خوبی داشته باشه حتما باید بیسکویتمون رو خوب آسیاب کنیم. پایه بیسکویت یعنی هم بیسکویت درست می‌کنم. بیسکویت هم من از پایه بیسکویت یعنی که بیسکویت رو خورد میکنن میریزن داخل. ببخشید من دارم خواهش. درسته خانم منافی؟ پایه کراست گفته میشه همون خمیر بیسکویت که زیر چیزکیک استفاده میشه. چیزکیک و تیرامیسو چون بیسش بیسکویته خیلی راحت درست کردنش. بله خیلی آسونه. حتی میتونن به جای این خمیر بیسکویتی دوستان از کیک هم استفاده کنن. از زیرش کیک، از این کیک های اسفنج. بله کیک اسفنج استفاده کنن. یاد گرفتین آقای بینی؟ بله. خوب این پودر بیسکویت و کره رو مخلوط میکنیم. اگر کره ذوب شده بخوایم اضافه کنیم این خمیر بیسکویتی ما خیلی سفت میشه، بنابراین اجازه میدیم کره در دمای محیط خودش نرم بشه. به خاطر همون ذوب نکردم من کره رو. ولی یه جایی انگار داره گوله میشه ها. این به خاطر همون کره هستش. خب قدم بعدیمون چیه؟ یه مقدار شیر توی دستور داریم. من 1-2 قاشق از اون شیر رو اضافه میکنم توی این خمیر بیسکویتی به خاطر انسجام بیشتر. ما بقیش رو توی دسر استفاده خواهیم کرد. خب این کار انجام بدین که وقتمون تموم نشه تو بخش شما. بله.
تا جایی که خمیرمون انسجام پیدا کنه میتونیم شیر بهش اضافه کنیم. بله. از اون همزرا نمیتونید استفاده کنید؟ با غذاساز هم میشه درست کرد، یعنی داخل غذاساز میتونیم خمیر بیسکویت رو آماده کنیم. من فکر میکنم در حدی که شیر به خوردش بره. بله، یه قاشق دیگه هم فکر میکنم اضافه کنم کافی باشه. بعد از اینکه این خمیر بیسکویتیمون آماده شد، من چون چیزکیک رو دارم تک نفره درست میکنم، به خاطر همین قالب میزنم خمیر بیسکویتی رو با کاتر. این حالا کاغذ روغنی یا که بین کیسه میتونن دوستان باز کنن خمیر بیسکویتیشون رو و کاتر بزنن. این که میگین یه نفر درست میکنین یعنی تک نفر است. بله. موسیقیمون چی شد؟ محمد جان اومدش. انشالله که حالا عید رو در پیش داریم و حالا ببینیم که کی اعلام میکنن. انشالله شاید فردا، حالا ببینیم هر وقتی حالا انشالله عید فطر رو پیش رو داشته باشیم. برنامه خاصی ندارید؟ ما خیلی استقبال میکنیم که فردا عید باشه. بله. و برای همین هم پیشاپیش تبریک میگیم. امروز هم حال هوای برنامه بخوانه برمیگردیم، اونطور که من دیدم که آقای مناجاتی برنامه رو چیده، حال هوای عید فطره. بله. حالا خود جلوتر رفتیم بیننده‌های عزیز متوجه خواهند شد. بله، خواننده خواهیم داشت و بخش‌هایی که به ما کمک میکنه برای شاد زندگی کردن. این الان شد پایه. بله، این پایه بیسکویت چیزکیکمون هست. من کاتر زدم. اسم این چیزی که درست می‌کنید بیسکویت چیزکیکه یا اینکه نه اسمش چیزکیک؟ میگن کراست. پایه چیزکیک همون خمیر بیسکویتی هست. درست. حالا من دیگه 2-3 نمونه زدم، بعد بریم دسر رو درست کنیم که دیگه بفرمایید. فرصت کمه. خود چیزش کجاست؟ اینجا پنیر. بله، بسیار. شیر داریم توی رسیپیمون. این شیر رو من میذارم روی حرارت گرم میشه. خیلی نمیخوام داغش کنم، یه مقدار گرم بشه کافیه. و پودر ژلاتین داریم داخل آبمون. میپاشیم پودر ژلاتین رو به صورت بماری. شیر رو گرم میکنیم. شیر رو گرم میکنیم. پودر ژلاتین رو هم بماری میکنیم. بعد از اینکه ژلاتینمون حل شد با شیر که گرم کردیم مخلوط میکنیم. این خاصیت انقباضی داره برای چیزکیک ما، درسته؟ اصلا پودر ژلاتین رو برای اینکه بخوایم به دسر اضافه کنیم حتما باید با یه مایع گرم مخلوط شه بعد اضافه شه. و همین حالت اضافه نمی‌کنیم. ممکنه مایعمون سرد باشه، ژلاتین که داخلش بره فوری میبنده. چقدر طول میکشه تا اون آماده بشه؟ خیلی حدودا 30 ثانیه 40 ثانیه. 30 ثانیه. خب من خواستم سوال مسابقه رو بخونم، منتظرم تا شما من یه فرصت بدید. خواهش می‌کنم. خب خامه قنادی داریم. خامه قنادی رو یه مقدار با هم زن میزنم فرم بگیره. من چون فاصله قنادی رو خیلی بخوام فرم بدم چون داخل دسر استفاده میشه. یه مقدار فرم بگیره کافیه. پنیر رو بهش اضافه میکنم. چه پنیریه؟ پنیر خامه ماسکارپونه است. اگر دوستان نتونستن تهیه کنن این پنیر رو، میتونن پنیر خامه معمولی هم استفاده کنن. پنیر خامه ماسکارپونه چون نمک نداره برای دسر مناسب هست. وانیل، خاک قند، اگه بخوایم وانیل از این اسانساش استفاده کنن چه کار کنن؟ برای اسانس استفاده کردن 1-2 قطره کافی هست اسانس بزنم. این هم شاهتوت هست که من پوره شاهتوت رو اضافه میکنم. شیر سر نره. پوره شاهتوت رو میخوام اضافه کنم. فقط قبل از اینکه من این پوره رو اضافه کنم همیشه یه مقدار شاهتوتم رو میجوشونم. یه قاشق شکر، 1-2 قاشق هم نشاسته ذرت بهش اضافه میکنم.
سس شاهتوت درست میکنم و از این استفاده میکنم، یعنی خود شاهتوت رو خالی استفاده نمیکنم. به 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 به. شما معلومه دوست دارین شاید. بله. چه رنگ خوبی رنگ داره. بله رنگش هم که خانم منافی میتونیم به دلخواه شاهتوت رو بیشتر کنیم؟ بله امکانش هست. اگر خواستیم شاهتوت رو بیشتر بزنیم یه مقدار باید شیرینی دسر اضافه کنیم. در همین حد کافیه. من الان شیر و پودر ژلاتینم رو با هم مخلوط میکنم. یه مقدار شیرم چون خیلی داغ شده باید خنک بشه. ژلاتین داخل شیری که خیلی داغ بشه میبره، به خاطر همون. بله. ژلاتین رو با شیر که مخلوط کردم به دسرم اضافه میکنم. بعد آماده است که بره داخل قالب. آها داخل قالباش کدومه؟ قالبایی که انتخاب کردم امروز قالبای سیلیکونی هستش. فقط یه نکته رو اینجا من خدمت دوستان عرض کنم، کاترایی رو که باهاش دارن این خمیر بیسکویت رو کاتر میزنن دقیقاً باید قطر کاتر با این قطر قالبای سیلیکونیمون یکسان باشه، چون قرار این دسر روی این بیسکویت ها قشنگ بشینه. خب به این یک اندازه است قطراشون. خب میخواید انجام بدید یا الان زوده نمیتونید به خاطر گرمای شیر انجام بدید؟ نه من الان دیگه اینا رو مخلوط میکنید. اگر شما میخواین اینا همش برای یه نفر الان؟ نه دیگه تقسیم میشه چند نفره میشه دیگه. پرسای یک نفر هست. خب من شما مسابقه میخواید؟ خواهش میکنم. دوستان عزیزم به ما بفرمایید که بهترین روش رسیدن به آرامش با توجه به مطالب مطرح شده در هفته جاری کدام است؟ 1. زندگی در زمان حال بدون توجه به گذشته و آینده. 2. زندگی در زمان حال و با تجربه از گذشته. و 3. زندگی در زمان حال با نگاه به آینده. 10,513. برای آرامش بود؟ بله تقریبا. حتی راه دیگه هم هست. الان کلا تلویزیون خاموش کنیم، به شدت الان خواب میچسبه تو این ساعت. هممون بریم بخوابیم. و اگر سر صدای ما مانعی برای استراحت خواب شما شده، من از شما واقعا عذرخواهی میکنم. البته توجه نکنید، شوخی میکنن آقای نیاز. معلومه شما احتیاج به استراحت دارین الان، ولی خواهش میکنم نگاه کنید برنامه ما رو. یکی از راههای آرامشه. حالا دیگه مزاحمت نداشته باشین برای بیننده ها. خب 10,513. بله. بعد جوابش کی میخوایم بدیم؟ فردا؟ فکر میکنم ما تو این 3 روز که برنامه نخواهیم داشت، یعنی فردا و پس فردا برنامه نداریم، ان شاءالله شنبه پاسخ صحیح رو خدمت شما خواهیم. بله. اگه عید باشه که فردا تعطیل میفته، شنبه. اگر فردا عید باشه ما فردا برنامه نخواهیم داشت. اگر آقای ارداغی میگن تاکید در اگر نتوانده است. اگر خب من این قالب‌های سیلیکونی رو چرب میکنم برای اینکه دسر راحت از توشون بتونه برگرده. اگر قالب فلزی بود نیازی به چرب کردن نداشتیم. حالا این مایه چیزکیک رو میرزم داخل این قالب‌ها. خب اینا رو پر نمی‌کنیم، یه مقدار فضای خالی براش میذاریم. بله. نمیخواد تا لبه بخوام پر کنم دیگه، چون موقعی که بخوام برش دارم ممکن تکون بخوره. خب بعد اینو میذاریم داخل فر. بله. نه دیگه این ندارن اینا. نه این چیزکیک یخچالیه، داخل فر نمیره. چیزکیک تنوری نیست، داخل یخچال میره. خودش راحت سریع آماده میشه. بله بسیار راحت. چقدر بعد بمونه داخل یخچال که خودشو ببنده؟ حدوداً 2 ساعت بمونه داخل یخچال. 2 ساعت. بعد میشه نهایت این شکلی. بله. خوبه خانم، دستتون درد نکنه. خیلی هم ممنون. کمک میخواین؟ آها نمیخواین بذارین پلان توی؟ نه چون آماده دارم. پس میزتونم این آخرش این شکلی میشه با فرم‌های شکلات به نظرم تزیینش کردید، درسته؟ بله با شکلات و میوه. این الان شکلات خانم همشهری؟ بله فکر میکنم به نظر میاد شکلات. این چیه زرده؟ این یه نوع میوه هست. یه نوع میوه است؟ یه نوع میوه است به اسم فیسالیس. اونم که آلبالوه. این آلبالو درشته البته. فیسالیس آقای بینی. فیسالیس. خیلی خوب. خب که ازار نیست تست کنیم که برای بیننده ها بگیم چه وضعیه. بله.
خیلی خوب. خب خیلی متشکرم خانم منوفی عزیز، زحمت کشیدین، دستتون درد نکنه. ممنون از این چیز کیک های فوق العاده خوب. ممنونم که نمازگزارتون قبول باشه. همچنین قربان شما ممنونم. مرسی. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. بریم اتاق فرمان برمیگردیم. مهمانان عزیزی داریم که خدمتشون خواهیم بود.